سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه از کانال فانتام. اگه در روشنایی هستید اونو به تاریکی تبدیل کنید تا با ما همراه باشید. بریم سراغ ویدیوهای ترسناک کوتاه. بریم سراغ اولی. توی آب یه موجودیه ترسناک توی آبه که یه لحظه میره زیر آب. بلخص پشمان چرا اینجوری شد؟ واو ترسناک. بریم سراغ ویدیوی ترسناک دومی. توی اتاق خوابه، یه دونه موجود در رو باز میکنه، نگاهش میکنه. توی داره تو اتاق نامه یه لحظه سر صاف میشه، یا از زیر تخت اومد بیرون و ترسیندش مثل چی بود؟ شما اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده لایک ویدیوهاتون نره، کامنت بذارید، سابسکرایب هم ممنون میشم. بریم سراغ ویدیو سوم. از در نام کنه یه دونه آدمی که موجود عجیب توی بیرونه که یه دفعه اینجا سمت دره شیشه خیلی بده. داری پندره رو بیرون رو نگاه کنی، یه موجود عجیب داره نگات میکنه، برگردیمه ببینید تو خونته. بریم سراغ ششمی. یه دونه گول بالای پشت اونه غیب میشه، میاد این بر ظاهر میشه. غیب شد، پشتش ظاهر میشه. آدم بزرگه. این اونقدر ترسناک نبود ولی باز ترس خودش رو داره. بریم سراغ ویدیوی هفتمی. داره با ماشین توی یه جا میره که یه دونه هیلوی عجیب توی قاره. چی میشه الان؟ نگو که میخواد بیاد بیرون سراغ این. چقدر عجیبه. چیه این؟ یا اول پس بسم الله الرحمن الرحیم. ترسیدم خودم. اگه شما هم ترسیدید حتما تو کامنت ها بگید. بریم سراغ بعد ویدیو هشتم. توی یه دونه جای ترسناکه، چرا خاموش روشن میشه، هی غیب شد، کلا خاموش شد، داره نزدیکتر میشه. یا اول پس صدای دویدن یا اول پس نزدیک شد. یکی یه دفعه میپره جلو. این ترسناکه بگینه ترسی نداره. بریم سراغ ویدیو نهمی. خوابیده، داره خاموش سم کنه. بالا یه نفر داره صدا کنه، بالا میشه میبینه یه جن نیز بالای سرش. یا اول پس به این شکلیه. میاد بره بیرون، یه نفر اینجا میبینه، بهش خبر میده که یه جن چیزی دیدم، بیا بریم. زنگ میزنه به کی؟ Apa yang dah settle? Ikut idea. Bismillah. Apa yang ready? I dah bilang tu tadi nampak ada. میرن تو کافی نجاتی شدن. اینجا میبینه هیچ خبری توی اتاق نیست. چی شد؟ این ترسیده بود یه جور تبلیغات شد. چجوری بود؟ خوابی بلند شد و اومد جاش اینا عوض شد، اتاقش اصلا عوض شد. عجیبه، ترسناک بود یا نه؟ من نفهمیدم چیزی. خوابیده، بلند میشه، داره خواب میبینه یه اینجور چیزی. اون که چیزی نفهمیده. بریم ویدیوی بعدی، ویدیوی 10 که آخریش باشه. در باز میکنه، میاد تو در میبنده. نگو که اینا تبلیغاتی ها. چیه؟ چرا داره میره تو؟ چی؟ خوابگاهی میشه که بترسونه یه نفر انگار. نگاه کنیم ببینیم چی میشه.
بین تاریکی هیچی دیده نمیشه. آه یا بدبخت چی داره میشه؟ درون خود باز کنه نمیتونه. ولی اتفاق عجیبه دارم بیرون میافت. یا بدبخت یا انگار یه نفر داره میزنه این نفر رو. شلاقی چیزی انگار یه نفر دارن میزنن اونجا. یا بدبخت چه فریاده. چیزی فعلا من نیست ولی فریادهای عجیبی میاد. یه نفر داره میزنه. یا بدبخت. دوستان در اینجا ویدیوها به پایان رسید. من خواستم تون ویدیو رو رد کنم که وقت شما تلف نشه. فکر کنم یه 7-8 دقیقه شد و امیدوارم شما خوشتون بیاد. اگه بازم از اینجور ویدیوهای کوتاه ترسناک که به ویدیوهای ترسناک ریاکت بریم دوست داشتی، حتما تو کامنت ها بگید، ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، زنگوله رو فعال کنید که هر موقع من ویدیوهای این شنی گذاشتم شما بتونید بیاید نگاه کنید. خواستم که طولانی نشه، به خاطر این پشت سر هم رفتیم و دیدیم و ترسیدیم و امیدوارم شما هم ترسیده باشید و خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.